به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. امروز قصدم راجع به بحران برق ایران باتون صحبت بکنم و همونطور که میدونید یکی از اصلی ترین نیازهای انسان نیاز به برق. شما هر وسیله‌ای که فکرش بکنید نیازمند به برق امروزه، از یه فندک ساده گرفته تا گوشی تلفن همراه، همگی نیازمند استفاده از الکتریسیته هستن و اگر الکتریسیته توی زندگی انسان نباشه، در زندگی امروزه انسان نباشه، 100% دچار مشکلات زیادی میشه. و اینکه آیا این شایعاتی که داخل اینترنت هست صحت داره یا نه، قراره به اینا بپردازیم، به اینکه این مشکل اصلا چرا به وجود اومده و به چه شکله، اینکه آیا کی درست میشه، آیا درست بشه هست یا نه، قراره به اینا بپردازیم. و تمام اطلاعاتی که من قراره توی این ویدیو در اختیار شما بذارم و از اینترنت در آوردم و قرار به برداشت شخصی خودم رو بتونم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، اما برداشت شخصی خودم با توجه به اطلاعاتی که داخل اینترنت بوده هست. و اصلا چرا این مشکل پیش اومده که الان ما کمبود برق داریم؟ ببینید، اگر ما امروزه توی جامعه با کمبود برق مواجه هستیم و برقمون جیره بندی شده، فقط به این علته که عرضه و تقاضامون توی یک سطح قرار گرفته و به نوعی تقاضا از عرضه پیشه گرفته. یعنی اینکه ما بیشتر از اون مقداری که داریم برق تولید میکنیم در کشور داریم برق مصرف کنیم و برای همین دولت سعی کرده با جیره بندی کردن برق و تقسیم بندی ساعتی اون در کل کشور این بحران رو بتونه برای مدتی حل نگه داره و تا به مشکل جدی بر نخوره. و دوست داشتم تمام اطلاعاتی که در رابطه با مصرف و تولید و توزیع برق هست رو بیارم، ولی خب هرچی منابع رو نگاه میکردم اطلاعات با هم جور در نمی اومدن. یعنی مثلا گفتن تولید برق سرانه مصرف برق در سال 1403 همه سایت ها یه عدد خاصی میگفتن، هیچکس یه عدد تکراری نگفته، هر کسی یه اطلاعاتی داده بود منابع که مشخص نبود که چه میزان داره برق تولید میشه و مصرف میشه. هم نیاوردم، اما با توجه به چیزایی که من دیدم به این شکل بوده که ما میشه گفت تقریبا سالانه 5% مصرف رشد برق داشتیم که حالا این شامل جمعیت و راه و جاده سازی و اینا همه میشه. و بریم سراغ یه سری از سوالاتی که هست که مثلا حالا شاید سوالات شما باشه. که اولش آیا این مشکل قابل پیش بینی بوده؟ بله، 100%. حتی مدیران ارشد تولید کننده برق، کسایی که تصمیم میگیرن، میدونن که 10 سال دیگه ایران چه مقدار ممکنه برق مصرف بکنه. به صورت قطع نه، ولی تقریبی میدونن. و این مشکل بله کاملا قابل پیش بینی بوده. یعنی میدونستن که ما امروزه در این روز مشکل بحران برق داریم. و آیا قابل جبران هست؟ بله، کاملا قابل جبرانه. یه مسئله این نیست که بگیم که دیگه قراره از این به بعد به این شکل باشه، برقمون هر روز بخواد قطع و وصل بشه. نه، این مسئله قابل حل شدنه. و آیا جنگ توی برق تاثیر داشته؟ بله، با وجود جنگ، اول اینکه این جنگ به احتمال زیاد برای دولت قابل پیش بینی بوده. یعنی میدونستن قراره اسرائیل به ما حمله بکنه و به احتمال زیاد از قبلش خودشون رو داشتن آماده سازی میکردن، اقداماتی رو انجام میدادن. یکی از همین اقدامات رو ذخیره برق. و آیا ما برق رایگان داریم صادر میکنیم؟ خیر. این حالا یه سری شایعات هست میگن ما به کشور عراق داریم برق رایگان صادر میکنیم. خیر، همچین چیزی نیست. بعید میدونم با توجه به چیزایی که من دیدم. ما صادرات برق داریم، اما واردات برق هم داریم. میشه گفت به نوعی شاید بدبستانی این وسط
وجود داشته باشه، ولی به این شکل که ما برق رو بخوایم به صورت رایگان واسه یک کشور دیگه صادر بکنیم، یه عمل کاملا غیر ممکن و غیر منطقی و غیر عقلانیه واسه مخصوصا کشوری به مثل ایران که توی همچین وضعیت سنگین و بحرانی قرار داره. نه، مثل اینه یک زخمی باشه پاره باشه، ما بخوایم فشارش بدیم هی خونش بیشتر در. و آیا ماینینگ برق زیادی مصرف میکنه؟ باید بهتون بگم بله. شما فرض بکنید مصرف برق ماینینگ به قدری زیاده که شما، حالا یه مثال تقریبیه کامل واضح نیست، اما شما اگر استادیوم آزادی و ماینر بذارین، حالا ماینرها درجات خاصی دارن و مصرف برقاشون مختلفه. اگر شما استادیوم آزادی و ماینر بذارین، شما اندازه برق کل استان تهران این ماینرها برق مصرف می‌کنه. و به این بپردازیم که اصلا کلا برق ایران از کجا و به چه شکل داره تامین میشه. ببینید طبق سایت دنیای اقتصاد سال 1402 منابع تامین برق ایران به این شکله که 80% برق ایران نیروگاه‌های حرارتی تولید میکنن، 2% نیروگاه‌های هسته‌ای، 11% نیروگاه‌های آبی و 4% نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی هم 2% و نیروگاه انرژی دریایی 1%. اینا همه دست به دست هم میدن، متشکل میکنن برق مصرفی کل کشور. و قصد دارم الان با هم دیگه بررسی بکنیم انواع این نیروگاه ها رو، ببینیم این نیروگاه ها به چه شکلن، کدومشون خوبه کدومشون بده. و اول از همه نیروگاه های حرارتی، آلایندگیشون به شدت بالاه. یعنی تولید دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و ذرات معلق، اینا بیشترین میزان رو تولید میکنن به بیشترین میزان ممکن. مثلا به طور مثال برای تولید 1000 مگاوات برق در سال با نوع سوخت زغال سنگ، چون نیروگاه حرارتی انواع سوخت مختلفی دارن و معمولا از سوختهای فسیلی استفاده میکنن، ولی بعضیشون هم هستن ترکیبی هم. نوعای مختلفی دارن. برای 1000 مگاوات در سال با سوخت زغال سنگ بین 7 تا 8 میلیون تن دی اکسید کربن تولید میکنن، 10 تا 20 هزار تن دی اکسید گوگرد تولید میکنن و 5 الی 10 هزار تن اکسید نیتروژن به همراه ذرات معلق، صدها تن ذرات معلق. اینا همه رو به همراه برقی که تولید میکنه اینا هم تولید میکنن و اینا به شدت وحشتناکن برای اکوسیستم، لایه اوزون، محیط، آینده. اینا همه به شدت مضرن و همونطور که دیدین سال 1402 80% برق ما رو نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌کردن که معمولاً هم اکثرا قدیمی هستند. از تکنولوژی جدیدی استفاده نمی‌کنن این وسط، چون حالا یه سریاشون هستن تکنولوژی جدید، یک سری از این آلایندگی ها رو فیلتر میکنن، اما اکثر نیروگاه‌هایی که داخل ایران موجوده از فیلترینگ خاصی استفاده نمیکنن. و هزینه ساخت نیروگاه حرارتی برای هر مگاوات بین 500,000 تا 3 میلیون دلار. یعنی ما اگر بخوایم از نیروگاه حرارتی یک مگاوات برق تولید بکنیم، با توجه به کشور، تکنولوژی که میخوایم به کار ببریم، بین 500,000 دلار تا 3 میلیون دلار واسمون هزینه داره. و حالا ما بخوایم کف هزینه رو بگیریم، برای 1000 مگاوات برقی که قرار تولید بکنیم 500 میلیون دلار بعد هزینه بکنیم و بازه زمانی ساختش هم بین 3 تا 7 ساله. و این از نیروگاه‌های حرارتی. من سعی کردم ببینید هر کدوم از این نیروگاه‌ها پشتش ساعت‌ها اطلاعاته. یعنی ما اگر بخوایم راجع به مثلا فقط نیروگاه‌های حرارتی صحبت بکنیم، میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم و بازم کم باشه. شما حساب بکنید 20 تا تخصص کم تخصص اصلی توی این زمینه فقط فعالیت میکنن تا یه همچین ارگانی رو شکل بدن، نیروگاه حرارتی رو شکل بدن. پس من سعی کردم کلیات رو بگم و
زیاد وارد جزئیات نشم که الکی وقتگیر نباشه و سعی بکنم هدف اصلی رو بیان بکنم از این تحقیق. و بریم سراغ نیروگاه‌های هسته‌ای. هزینه ساخت بالا و بازه زمانی بهره برداری بسیار بالا. یعنی ما اگر بخوایم گرونترین برق رو تولید بکنیم باید از برق نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بکنیم. گرونترین و پرهزینه ترین برق نیروگاه‌های هسته‌ایه. چون شما حساب بکنید هزینه ساخت نیروگاه هسته‌ای بین 5 تا 15 میلیارد دلاره. یه هزینه تقریبیه. میتونه خیلی بیشتر از این حرفا هم بره ولی کف هزینه اینه. من یه مثال ساده بزنم. ساخت راکتور بوشهر در سال 2011 5 میلیارد دلار هزینه داشته. سال 2011. و الان راکتورهای روس اتم ترکیه هم هستن، میتونید برید تحقیق بکنید. بخشی از فازاش راه اندازی شده، کامل راه اندازی نشده. تا به الان بین 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه داشته و میشه گفت پرهزینه ترین برق ایران و دنیا. و ساختش خیلی بسیار طولانی مدته، بین 8 تا 20 سال زمان میبره تا احداث بشه و به بهره برداری برسه. و همینطور یک سری نکات حساس هم داره، مثل مدیریت ایمنی و امنیتی، مدیریت پسماندهای هسته‌ای و پیچیدگی فناوری. و همونطور که میدونید پروژه به شدت حساسه. با کوچکترین خطا میتونه ضررات جبران ناپذیری در سطح قاره‌ای به وجود بیاره. یعنی فاجعه چرنوبیل کل دنیا رو در بر گرفت میشه گفت تقریبا. و امیدواریم هیچ وقت هیچ جا همچین اتفاقایی نیفته. و به خاطر همین نکات حساس بسیار بالایی داره و همینا هزینه بره. و مدیریت پسماندهای هسته‌ای باید بشه. این پسماندها غیر قابل بازیافتن، باید به درستی و با کمترین آلایندگی، نمیشه گفت بدون آلایندگی، پسماندها با آلایندگی هن ولی باید با کنترل شده تو یک سری نقاط خاص اینا مدیریت بشن. و به قول معروف اگر اشتباه نکنم بیاد دفنشون باید میکنن بین سرب و اینا، اگه اشتباه نکنم دفنشون میکنن. و یک تایمی هم میریختن تو دریا ولی بعید میدونم الان کشوری باشه که بریزه تو دریا دیگه. و پیچیدگی فناوری بسیار بالایی داره. یعنی شما فرض بکنید سالها افرادی باید باشن که تخصصشون رو ببینن و افراد دیگه به این افرادی که تخصص دیدن آموزش بدن تا بتونن این این قسمت رو هندل بکنن، مدیریت بکنن. و اینا همه هزینه بره و میشه گفت گرونترین برق این انرژی هسته‌ای. و نیروگاه‌های آبی، ببینید تمام نیروگاه‌ها بخش‌های مختلف و نوع مختلفی از تولید انرژی رو دارن. همین نیروگاه هسته‌ای ما از گرمای واکنش‌های هسته‌ای هم میتونیم انرژی تولید بکنیم و انواع مختلفی دارن. من باز میگم کلیات رو در نظر گرفتم. حتی همین نیروگاه‌های آبی هم انواع مختلفی دارن ولی باز من کلیات رو در نظر گرفتم. نیروگاه پاک با هزینه ساخت بالا اما تاثیرات اکوسیستم، یعنی به این شکلی که انرژی که تولید میکنه انرژی پاک به حساب میاد، اما هزینه ساختش بالا اما هزینه نگهداریش پایینه و تاثیرات اکوسیستمی داره. و اصلی ترین نکتهش اینه محدود به مکان برای اجرا، یعنی اکوسیستم و اقلیم تعیین میکنه که ما کجا میتونیم نیروگاه‌های آبی احداث بکنیم. و یه نکته مثبتی که داشته باشه ذخیره آب هم با خودش به همراه داره و این نکته خیلی خوبیه. و هزینه ساخت بالا داره اما هزینه نگهداری پایین داره و انرژیش پاکه اما تخریب اکوسیستم میکنه. واسه ماهی ها میتونه مضر باشه، ماهی هایی که به قول معروف کوچ میکنن اگه اشتباه نکنم.
و واسه یه اکوسیستمی که بعد از سد به وجود میاد میتونه معضل داشته به وجود بیاره با کم شدن آب، خشکی بیشتر در محیط و پراکنده تر شدن حیوانات و اینا همه رو میتونه با خودش به همراه داشته باشه. و نکته اصلی که داره تعیین نکردن ظرفیت تولیده، اما با این حال قابل پیش بینیه. یعنی ما دستمون نیست که چقدر میتونیم از این نوع انرژی در بیاریم. یعنی به این شکلی که ما میتونیم پیش بینی بکنیم که به طور مثال امسال قرار بارندگی زیادی باشه، اما دستمون این بارندگی دست ما نیست و عمرشون بسیار طولانیه. سدهایی که ده ها سال پیش احداث شدن هنوزم که هنوز دارن فعالیتشون رو خیلی خوب انجام میدن. و یه نکته مثبت دیگه هم که داره ایجاد مسیره. شما فرض بکنید بین دو نقطه صعب العبور که میتونه فاصلهش تا ساعتها، این دو نقطه اصلا ساعتها فاصله داشته باشن به صورت زمینی، یه فاصله چند کیلومتری در حد عرض سد به وجود بیاره و بازه زمانی ساختش بسیار کوتاهه اما برنامه‌ریزی پروژه بسیار طولانی. یعنی به طور معمول نهایتا 1 ساله ساخته میشن سد تا. اما برنامه ریزی برای پروژه به شدت زمان بره، ممکنه حتی 5 سال یا بیشتر این مهندسی و برنامه ریزی واسه این پروژه زمان ببره. و نیروهای بادی، محدودیت مکانی و جوئی و بهره برداری بیشتر مستلزم هزینه بیشتر و تولیدشون به شدت ناپایداره. هر زمان که باد باشه برق ما تولید میکنیم. آلودگی صوتی به شدت بالایی داره. حتی همین توربینا هم با فاصله با یک فاصله زیاد از هم میذارن که توی همدیگه اختلال ایجاد نکنن و تاثیرات زیست محیطی به همراه داره. همونطور که میدونید توی ارتفاعی که پرنده ها دارن پرواز میکنن اینو نصب میشن، میتونه واسه پرنده ها مضر باشه. صدایی که تولید میکنن میتونه واسه خفاشا مضر باشه، اکوسیستمشون رو به هم بریزه. و استفاده از تکنولوژی پیشرفته تر مستلزم هزینه بیشتر. یعنی یک سری توربینای خاص هستن که برق بیشتری میتونن تولید بکنن اما با این حال خیلی گران‌تر. و بادی دریایی هزینه خیلی بیشتری داره اما در مقابل ما بهره برداری خیلی بیشتری داریم. معمولا در اطراف دریاها و داخل دریاها باد خیلی بیشتره، واسه همین که ما اصلا موج داریم و نیازمند فضای خیلی زیاده. اما میشه از زمینهای کم ارزش استفاده کرد، زمینهایی که پستی بلندی زیادی دارن، زمینهایی که خارج خیلی از شهر را دورن، میشه از اینا استفاده کرد. و انرژی پاک و تجدید پذیریه و هزینه ساختشون در خشکی یه چیزی بین 1.5 تا 2 میلیون دلار برای هر 1000 مگاواته و هزینه ساخت دریایی بین 5 تا 6 میلیون دلار برای هر 1000 مگاواته. و بخشید اینجا میلیون رو من به میلیارد می نوشتم ننوشتم، عذرخواهی میکنم. و پروژه بادی دریایی انگلستان با ظرفیت 1300 مگاوات معادل 57 میلیارد دلار هزینه داشته. پس میشه گفت بگیم نسبتا برق گرون. و عذرخواهی میکنم، بازم تصحیح میکنم، من هزینه ساخت خشکی و ساخت دریایی رو که اینجا به میلیون دلاره و همین نوشتم میلیارد دلار. و نیروهای خورشیدی، انرژی تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیستن و منبع نامحدوده اما وابسته به شرایط جوی. هر زمان که خورشید باشه ما میتونیم برق تولید بکنیم، هر زمان که ابری و بارونی باشه ما نمیتونیم، یا شب باشه. و راه اندازی و بهره وری فوق العاده سریعی داره، یعنی به محض احداث میشه ازش بهره برداری کرد و عمر طولانی دارن نسبتاً و هزینه کم نگهداری دارن. یعنی عمرشون که بین 20 تا 30 ساله و هزینه نگهداریشون هم یعنی یه چیزیه که حالا مثلا واسه نیروگاه ها
بحث نظارتی و محافظتیه. مثلا حالا واسه جاهایی هم که مثلا رو سقف پشت بام و جاهای دیگه هم که نصب میشن یه نگهداری تمیزکاری داره. اونم واسه اینکه بهره برداری بالا بمونه. وگرنه حتی اگرم خاکی باشه، روی سطحش یک لایه خاک باشه، بازم انرژی تولید میکنه اما بهره برداری کمتر. و در مناطق مختلف قابل نصب. یعنی شما از روی پشت بوم گرفته تا زمین میتونید نصبش بکنید، حتی روی دیوار، هر جا که نور خورشید بهش بتابه اونجا میشه نصبش کرد. و نگهداریش نیازمند انرژی زیادی نیست و خیلی مناسب مناطق دور افتاده است. شما فرض کنید زمین کشاورزی یا که انرژی رسوندن انرژی الکتریکی به اون زمین دشواره، راحت نیست و دسترسی نداره، خیلی راحت از پنل‌های خورشیدی میتونه استفاده بکنه و انرژیشو تامین بکنه. برای بهره برداری بالا نیازمند فضای زیاد هست. چرا؟ چون اگر ما بخوایم که نیروگاهی رو به وجود بیاریم که نیروگاه خورشیدی باشه، باید با یک فاصله ای این پنل‌های خورشیدی رو کنار هم قرار بدیم و زمین‌های زیادی قرار استفاده بشه، چون روی هم نمیشه گذاشته بشه و قرار روی سطح زمین باشه با یه فاصله ای از هم که روی همدیگه سایه ایجاد نکنه. واسه همین فضای زیادی در بر میگیرن و متاسفانه خود تولید پنل آلایندگی و مصرف انرژی داره. یعنی اینکه این تولید پنل خورشیدی یک سری آلایندگی ها با خودش به همراه داره. البته زیاد نیست ولی خب کم هم نیست. و به صرفه نبودن ذخیره انرژی در باتری. اگر ما قرار باشه از باتری برای این نوع انرژی استفاده بکنیم، به محیط زیست واقعا صدمه زیادی وارد میکنیم، چون کلا باتری ها برای اکوسیستم بسیار مضرن، چون بازیافت نمیشن و عملا فرایند از بین بردن باتری ها بسیار آلایندگی داره و بسیار واسه محیط زیست مضره هر نوع باتری. و هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی برای 1000 مگاوات یه چیزی هولوش بین 350 میلیون دلار تا 1.5 میلیارد دلاره. بازم عذرخواهی میکنم اشتباه نوشتم. و به این علته که کشورها هزینه های مختلفی دارن. به کشوری که قراره داخلش احداث بشه اینا خیلی ربط داره، مربوطه که وضعیت اون کشور باشه شکله. اما خیلی ساده بخوام بهتون بگم، هرچی این کشور توسعه نیافته تر باشه هزینهش بالاتر. و اینکه این پنل ها از کجا قراره تهیه بشن و اینا هم هستن و واسه همین هزینهش متغیره. و نیروگاه‌های دریایی، انرژی تجدید پذیر و پاک اما بسیار گران. یعنی اینکه میشه ما روی این پایدار بودن انرژی حساب کرد، همیشه امواج داریم، پایدارن، میشه استفاده کرد، روش حساب کرد و تولید انرژی خیلی بالایی میتونن تولید بکنن و به فضای زمینی نیاز ندارن و اینا توی دریا نصب میشن و استفاده میشن جایی که ترددی وجود نداره، زمینی رو اشغال نکرد و متاسفانه با خودش تاثیرات زیست محیطی به همراه داره. ممکنه واسه ماهیا مضر باشه، هنوزم که هنوز تاثیراتش رو روی اکوسیستم به صورت دقیق بررسی نکردن و مدت زیادی قرار ببره. و هزینه ساختشون بسیار بالا، تکنولوژی که قرار استفاده بشه بسیار بالا، اون گرون تکنولوژیش، محدودیت جغرافیایی داره، هر جا که دریا باشه میشه اینا رو نصب کرد. تکنولوژیش خاص و پیچیده است. یعنی اینکه حالا من چند وقت پیش یه نفر رو دیدم، البته از چند سال پیش دیدمش داخل اینستاگرام و چند بار تا حالا این پست واسه من تو اکسپلور اومده. ایشون یه گیربکس 2 زمانه 4 محوره طراحی کرده که گفتن ثبت اختراعش هم کرده خودش توی این ویدیو.
یعنی شما به هر جهتی که این بچرخه به داخل گیربکس به یک جهت فقط میره و واسه این کار فوق‌العاده است. یعنی توی این تکنولوژی که واسه نیروهای دریایی استفاده میکنن از همچین گیربکسی استفاده میکنن و چقدر فوق‌العاده که یه ایرانی تونسته تولیدش بکنه و سطح اختراعش برسونه به روش خاص خودش با پیچیدگی خاص خودش، نه کپی از خارج. و این خیلی خوبه اگر کشور، دولت از اینجور اختراعات، از اینجور مردم حمایت بکنه، استفاده بکنه، خیلی بهتر میشه. شاید امروزه ما هیچ وقت به این مشکلات نمیخوردیم اگر بیشتر استقبال میشد از این قضیه و فضا و به قول معروف اسپیس بیشتری به اینجور افراد میدادن. و مشکلات نگهداری داره، هر اگر یعنی که ممکنه دریا طوفانی بشه، اینا خراب بشن، اینا همه هستن. و بزرگترین نیروگاه جذر و مدی جهان با ظرفیت 254 مگاوات و هزینه ساخت 560 میلیون دلار احداث شده و توی کره بود اگه اشتباه نکنم یا ژاپن، نمیدونم، عذرخواهی میکنم، ولی اسمشو نوشتم، میتونید تحقیق بکنید راجبش، سرچ بکنید، حتما اطلاعات جالبی پیدا میکنید راجبش. و اگر ما بخوایم کلی یه جمع‌بندی از این نیروگاه ها داشته باشیم، می‌بینیم که نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه های دریایی واسه اقلیم و جغرافیایی که ما داخل کشورمون داریم بسیار بسیار گزینه های خوبی هستند، مخصوصا نیروگاه های خورشیدی. چرا؟ چرا این دو گزینه به نظر من مناسب ترین گزینه است؟ به این دلیل که سرمایه گذاری آینده نگری دارن. یعنی اینکه به زمان، به محض اینکه احداث میشن قابل بهره برداری هستن و سالها میشه ازشون انرژی تولید کرد و آلایندگی به شدت کمتری دارن نسبت به بقیه نیروگاه های موجود. و گفتم بهره برداریشون هم به شدت سریعه و سازگاری بیشتری با محیط دارن. یعنی اینکه محیط رو به اون شکل آسیب نمیرسونن، به شکلی که بقیه آسیب میرسونن و هزینه و سرمایه گذاری کمتری نسبت به بقیه نیروگاه ها دارن. برای همین نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه های دریایی بسیار مناسبن به نظر من برای کشور ما. و برسیم به بحث سیاستگذاری های دولت و صادرات برق ایران. مثلا سیاستگذاری های دولت چی بوده توی این مدت واسه برق و صادرات برق ایران به چه شکله؟ ببینید طبق عکسی که آماری که سال 95 اعتماد آنلاین منتشر کرده، ما به کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و پاکستان برق صادر میکنیم. حالا از یه سریاشون هم برق صادر میکنیم هم وارد میکنیم، از یه سریاشون هم فقط صادر میکنیم. آیا این صادرات خوبه اصلا؟ بله، به شدت خوب و مفیده واسه کشور، البته به شرط اینکه مازاد باشه، برق مازاد رو ما صادر بکنیم. اما خب ما 20 برابر قیمتی که برق و داخل کشور میفروشیم به اینا واسه میفروشیم، صادر میکنیم و این خودش کسب درآمد به شدت خوبیه واسه کشور توی این موقعیت که الان یه عالمه تحریمه. اما این آمار مال سال 95، مال تقریبا یک دهه پیش. الان امروز صادرات برق ما کمتر شده، یعنی به یک سری از این کشورها دیگه برق صادر نمی‌کنیم، یا این مقداری که الان 6688 میلیون کیلووات در ساعت نوشته شده نیست، دیگه کمتره. و به این شکلی که میتونه خیلی مفید باشه صادرات برق. اما سیاست گذاری های دولت توی این زمینه چی بوده؟ ببینید کشور ما توی وضعیتیه که
ما از بیرون، از خارج از کشور مشکلات خیلی زیادی داریم. تحریما همه علیه ما هن. ما به طور کل از اقتصاد دنیا جا موندیم. یعنی دنیا با ما تبادل ارزی انجام نمیده به اون شکل. همین امر باعث میشه که تورم تو کشور شکل بگیره و هزینه ها بره بالا، در صورتی که درآمد داره میاد پایین‌تر. و اینجا یک گودال، یک دره بین هزینه و درآمد به وجود میاد، نه فقط واسه من، نه فقط واسه شما، حتی واسه دولت. ببینید زمانی که داریم راجع به اقتصاد یک کشور صحبت میکنیم، دولت و مردم سر یک سفره نشستن. یعنی دست دولت و مردم توی اقتصاد یکیه و یک اندازه دارن استفاده میکنن. این قطعی برخایی هم که به وجود اومده و ضررهای زیادی به اقتصاد زده، فقط به مردم ضرر وارد نکرده، به دولت هم ضرر وارد کرده. همین قحطی های بر نمیشه واقعا برآوردش کرد، خیلی زیاده. همین برآورد کردن همین هزینه ها خودش هزینه بره، هزینه زیادی رو میبره. بله. و به این شکلی که ما توی این وضعیت باید سعی بکنیم عقلانی فکر بکنیم. هر که هرچی گفت رو در نظر نگیریم، بگیم درست میگم. حتی ممکنه منم اشتباه بگم و این البته نه اینکه من این فرد خاصی باشم، کس خاصی باشم. این تحقیقاتی هم که من انجام میدم ممکنه همش اشتباه باشه، چون نظر شخصی خودم بوده و قرار نیست من حتما درست بگم. و ما میتونیم با یک سری راهکارها اینو کنترل بکنیم، این قضیه رو. یعنی قضیه مصرف انرژی. یعنی مثلا چه میدونم، من خیلی ساده میگم، چون لباسشویی رو تا پر نشده روشن نکنیم، چون ماشین ظرفشویی رو خالی روشن نکنیم، چراغای خونه رو الکی روشن نذاریم، توی همون محیطی که هستیم چراغ روشن بذاریم، تلویزیون رو اگه کسی نگاه نمیکنه خاموش کنیم. و مثلا برق نمای خونه رو خاموش بکنیم. مثلا واقعا چیز ضروری و واجب نیست که حالا نمای خونه برق داشته باشه. اینا رو حالا درسته مثلا میگه خب مگه این چقدر برق مصرف کنیم، مثلا کلا همشون رو هم مثلا 500 وات برق مصرف کنن. اما خب اگر تو بحث کشور نگاه بکنیم، خیلی کلی تر به این قضیه نگاه بکنیم، تعداد افراد بیشتر خیلی تاثیرگذارتر. و اینکه اگر ما دست به دست هم بدیم و با خودمون کمک بکنیم، میتونه خیلی مفید باشه. و دولت و اینکه حالا دولت چه راهکارهایی داشته و چه تصمیماتی گرفته. ببینید سیاستگذاری‌های دولت توی مصرف برق به سمت نیروگاه‌های خورشیدی بوده و همونطور که میدونید توی شمال شرقی کشور و جنوب شرقی کشور و اصفهان، اینا همه داره نیروگاه‌های خورشیدی تولید برق احداث میکنن و سعی داره نیروگاه انرژی خورشیدی جایگزین تمام نیروگاه‌های تولید برقی که داخل کشور هست بکنه. یعنی به این شکل تولید اصلی انرژی ما از سمت نیروگاه‌های حرارتی به سمت نیروگاه‌های خورشیدی بره. این سیاستیه که دولت در نظر گرفت و خیلی سیاست خوبیه، چون بهره برداریش به شدت سریعه. حالا اگه شما راجع به نیروگاه‌های خورشیدی استان اصفهان، سیستان بلوچستان، اینا همه تحقیق بکنید، یه سرچ ساده بزنید، ویدیوهایی راجبشون ساختن، میبینید که در روز چه مقدار برق دارن تولید میکنن
و چه مقدار قرار بهره‌وری داشته باشن. همین نیروگاه استان اصفهان قرار 5000 کیلووات برق در ساعت، اگر اشتباه نکنم، نمیدونم، اگر اشتباه نکنم قرار تولید بکنم و اینا خیلی مفیدن و تصمیم سیاسی خیلی خوبی بوده، اما ای کاش که زودتر انجام میشد. یعنی به بخش راه اندازیش از سال پیش، یعنی سال 1403 ما سعی بر راه اندازیش میکردیم و خیلی سریعتر سعی میکردیم به بهره برداری گسترده تری برسیم. میگم روزانه داره هی افزایش پیدا میکنه هر روز، اما این کاش که زودتر میجنبیدیم یه ذره توی این قضیه. و با توجه به این سیاست گذاری ها به نظر من تا چند وقت آینده، یعنی نهایتا در ظرف 1-2 ماه آینده، مشکل برق ایران حل میشه. چون ما از اواسط سال این مشکل رو داشتیم و هنوزم که هنوز داریم، اما با این وجود من حس میکنم یه مقدار کمتر شده. چون قبلا 2 ساعت دو بار در روز برق میرفت، الان داره 1 بار در روز برق میره. حالا منطقه ما اینجوریه، من نمیدونم جاهای دیگه اینجوری هست یا نه، نرسیدم پرسجو بکنم، تحقیق بکنم. و این سیاست‌گذاری مفیدن، خیلی خوبن، تاثیر خیلی قوی میتونن داشته باشن توی تولید برق، خیلی آینده نگرن و میتونن تا سالهای سال مشکل برق ایران رو حل بکنن. و با این حال باید دولت سعی بکنه راهکارهای نوینتری توی آینده داشته باشه واسه یه تولید برق. یعنی به این شکل، حالا درسته ما داریم پنل‌های خورشیدی احداث میکنیم، اما سعی بکنه روی تکنولوژی های جدیدتری هم سرمایه گذاری بکنه و از اونها استفاده بکنه. چون حالا درسته من این 6 تا 7 8 نیروگاه ها رو گفتم، اما فقط تو کل دنیا از همین 7 8 مدل برق تولید نمیشه، از خیلی مدل برق تولید میشه. خیلی ها استفاده میکنن، خیلی ها استفاده نمیکنن، خیلی ها هنوز اختراع و کشف نشدن این انرژی ها. سعی بکنه سرمایه گذاری بکنه. توی کشورمون هم ما آدم باهوش کم نداریم و واسه اینا زمینه سازی بکنن. خیلی ها هستن که توی به این زمینه ها علاقه دارن. برق یکی از سخت‌ترین، در این حال علاقه‌مندترین رشته ها توی کشور به نظر من. و سعی بکنه سرمایه گذاری بکنه و از راهکارهای نوین استفاده کنه. به طور مثال توی کشور چین یک تکنولوژی ساختن که یک برجه که زیرش به صورت دایره شکل یک سری آینه ها هست که این آینه ها نور خورشید رو انعکاس میدن به نوک برج. داخل نوک برج چیه؟ اگه اشتباه نکنم نمکه. بعد این نمک مضاف میشه و از گرمای این نمک برق تولید میکنه. و نکته جالبش اینه وقتی خورشید هم نباشه تا چند ساعت از این گرمای ماگمای نمک میتونن برق تولید بکنن و این خیلی چیز جالبیه. تکنولوژی های دیگه ای هم هستن میتونه دولت استفاده بکنن و به طور خلاصه، حالا وقت ویدیو هم زیاد نشه، من سعی کردم خیلی خلاصه توی اولین تجربه من بود توی این موضوع با شما صحبت بکنم و این اطلاعات رو در اختیارتون بذارم. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگرم این وسط اشتباهی گافت یا سوتی بود عذرخواهی میکنم، به بزرگی خودتون ببخشید. و قصد دارم راجع به زمینه های دیگه، صحبت های دیگه هم که خیلی داغ و مجهوله به قول معروف داخل کشور، راجع به اونا هم ویدیو درست بکنم. و همین، امیدوارم هر جا هستین موفق و پیروز باشین. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین.